سلام و تشکر برای ویدیو و نظرهایی که فرستادید. با نظرداشت طلب و درخواست شما امروز درباره خدمت در ارتش، بازداشت مهاجران در مسجد سنت پتربورگ و هم گورستان نوآباد کلاب صحبت میکنیم. اول ویدیوی بازداشت 10 مهاجر تاجیک در نزد مسجد سنت پتربورگ را میبینیم که روز 17 نوامبر همان لحظه از نزد مسجد به ما فرستادند. Сегодняшняя молитва заканчивается вот таким трагедией для мусульман. Все ждут, пока по одной не проверят ОМОН, полиция. Но ФМС здесь нету, Федеральной службы миграции. Только полиция проверяет документы. Незаконно, кстати. А кто снимает на камеру, как я, затаскивают вот в тот фургон сразу. 5000 наличных. Пожалуйста, 5000. Владимир Владимирович, сделайте что-нибудь. مؤلف ویدیوی دیگر بر رادیو آزادی گفت که تقریبا هر هفته روز جمعه نیروهای ویژه وزارت امور داخلی روسیه به نزد این مسجد میآیند و بچه‌ها را گرفته میبرند. این حالی مردم در نماز جمعه محکم کردن یک تا پراپسکا کسیان دیدی نماز خوندیم نه اون هم برآمدن نماز خوندیم نه اما سر جای استگه نه اونم برآمدن نمیگه ما توجیه عذاب بردیم. ویدیو دیگری که یک کاربر رادیو آزادی از دوشنبه فرستاد درباره بی‌احتیاطی است و یا فراموش خاطری که قریب با فاجعه بیانجام آمد. این خانه روز 18 نوامبر در کوچه ساحلی در ناحیه فردوسی آتش گرفت. مؤلف ویدیو گفت ظاهرا ساکن خانه خاموش کردن درزمال را فراموش کرده است که در نتیجه خانه سوخته است. با گفته او آتش نشان‌ها سری وقت آمدند و آتش را فرو نشاندند و هیچ کس از ساکنان بنا آسیب ندیدند. اکنون درباره جلب مجبوری به صف ارتش یا به قول شما ابله دو ویدیو داریم. هر دو از شهرهای گوناگون روسیه هستند. تاجیکستان روز ما ندادن نخستیم اومدیم نمجا خو مزه نیست کسال نمجا در دوری وگان خو چکا کنیم نمیدونیم. با قول مؤلف ویدیو دیگری که حالا میبینیم بچه‌ها از ترس بازداشت شدن و فرستادن به ارتش تاجیکستان حتی در روسیه هم پنهان میشوند و پس قوطی‌های رنگ. نمی‌جا مردم به اولیک ابلا و ترسیده نمی‌جا به اولیک سه مشید کار کرده سه مسکو دا سه مشید اولیک ندادیم مردم ابلا و ترسیده همش تک تگای نمی اخیبای کراس کردن مثال بجا شده گشتیم نیست نمی سه مشید نه اولیک نه هیچی نمی‌جا مجبوری ابلا و گریخته ما نمی‌جا زندگی کرده گشتن اینا. صحبت را درباره ارتش ادامه می‌دهیم. گزارش رادیو آزادی درباره مرگ شبهه برانگیز یک سرباز از ناحیه فرخار که بعد از 18 روز خدمت درگذشت در صفحه ما و هم در فیسبوک بیشتر از 1000 شرح و نظر گرفت. کاربر با نام فرخاری در وبسایت ما پرسیده است چرا فقط فرزندان مردم عادی باید به صف نیروهای مسلح بروند؟ او نوشته است فرزندان وزیر یک طرف حتی فرزند فراش کمیسریت نظامی خدمت نمی‌کند. عین نظر و سیاره گ در اینستاگرام نوشته است و میگوید یگان پسر منصبدار خدمت حربی نمی رود برای آنکه پدرش پولدار است و در امریکا گشته است. مردم بیچاره با عذاب بچه کلان میکنند، آنها را داشتن میبرند و بیچاره جوانها زنده بر نمیگردند. نرزی مراد خالف در وبسایت ما نوشته است اگر جوان بیمار بود چرا کمیسیه او را قبول کرد و به ارتش فرستاد؟ چرا در واحدهای نظامی ترتیب و انتظام نیست؟ بعد سبب میجویند که چرا جوانان از خدمت نظامی سرکشی میکنند. خاصیت شاکر و یک کاربر فیسبوک به این نظر است که اگر بدرفتاری در ارتش تاجیکستان را از بین برند ممکن است وضع دیگر شود. او به زبان روسی نوشته است چرا مهتر سالاری را در ارتش ریشه‌کن نمی‌کنند؟ سبب چیست؟ فرزندان بیچاره ما آنها را برای خدمت به وطن می‌فرستند اما آنها از دست همخدمتان یا افسران به هلاکت می‌رسند. چرا گناهکاران جزا نمی‌گیرند؟ باید مسئله را حل کرد. بس است دیگر. بحث ها در این باره زیاد است. وقتی برنامه ما کم پیش از آن که ویدیوی جالب ولی غم انگیزی را از آرامگاه شهر کلاب ببینیم یادرس میکنم که اگر میخواهید نظر و اندیشه خود را بنویسید بگویید پس مرحمت به وبسایت azadi.org در فیسبوک یا ادنکلاسنیک هم میتوانید بنویسید. صفحه های ما رادیو آزادی نام دارد. حالا ویدیو از شهر کلاب و از یک آرامگاه شهر که مؤلف آن را مخصوص بر رادیو آزادی فرستاده است. شهر کلاب اینجا منزل‌های کوچک شهر کلاب همه خرخاست شده باور که دیگر گشته نمی شود. اینا
همه خواب شده، همه اینجا شکمی در داده با همه این قابستان ها پری خور شده گه، مثل که جنگل میگوی. همین ها برده اوزاد احترامنا خواهش میکنیم که همین سخت امانن تا که همین صاحبا اینجا بیان کمک خودشون برسونن. شما هم اگر ویدیو و نظری دارید بفرستید، چون برنامه ما به اندیشه و ویدیوهای شما معنی ندارد. امروز به همین رقمی که میبینید بفرستید و در برنامه دیگر نمایش میدهیم. تا دیدار در آزادی آنلاین آینده.